همچین ویدیویی رو بگیریم به دو تا فرمول نیاز دارید. فرمول اول اینکه باید حتما گوشیتون یک نقطه ثابت قرار داشته باشه. بعد از اینکه لوکیشن رو انتخاب کردید اون رو باید به 3 قسمت تقسیم بکنید. حالا بستگی داره، اگه میخواید 2 قسمتی باشه میتونید 2 قسمتی، یعنی یه قسمت اینجا وایسید یه قسمت این سمت که حتما باید دوربین ثابت باشه. حالا میتونید یک سری کارهایی رو اینجا انجام بدید. توجه کن وقتی اومدی اینجا نشستی حتما باید چند ثانیه صبر بکنی و یک سری اتفاقی که حالا اینجا مثلا میفته، مثلا من برگشتم اونور نگاه کردم، خب اون لحظه هم که وقتی وارد میشم پس باید همچین اتفاقی بیفته، وقتی وارد شدم پس باید اینجا رو نگاه کنم. این میشه کلیات در واقع فیلم برداریش. اما این فقط به اینجا ختم نمیشه و توی ادیت هم باید از این فرمول استفاده کنید. بریم توی این شات. برای ادیت این ویدیو ابتدا ویدیو رو وارد این شات میکنید. این قسمت اولیه ویدیو ما بود. خب اوکی، تا اینجاش رو برش میدیم و این یه تیکه‌ای که ابتدا بود رو میذاریم کنار. حالا میایم جلوتر تا این قسمتی که وارد صحنه میشیم. از جایی که وارد صحنه میشیم برش میدیم. خب قاعدتا این یه تیکه پرت محسوب میشه و میره توی صد آشغال. و مجددا ویدیو رو میایم جلوتر تا قسمتی که از جامون بلند شیم و بریم برای قسمت دوم، دقیقا اینجا. خب از اینجا مجددا من میبرم و میام تا صحنه دوم رو شروع بکنم. خب از اینجا که وارد صحنه میشم مجددا برش میدم دقیقا اینجا و باز این قسمت میشه پرت، یعنی این ویدیو میشه پرت و میبریم. دوباره میام تا جایی که اینجا صحنه بلند میشم. خب مجددا میبرم، باز میام جلوتر تا اینجا. از اینجا که وارد صحنه میخوام بشم اینجا مجددا میبرم و این قسمت دوباره میشه پرت و میره توی سله آشغال. حالا 3 تا قسمت ویدیو رو من دارم. اوکی، بذارید ادامهش انتهاش باشه رو من ببرم اونقدر بندازم سله آشغال. 3 تا قسمت رو دارم. من باید تمام این 3 قسمت رو بفرستم توی PIP، یعنی باید بفرستمش توی قسمت PIP. ما برای اینکه بخوایم ویدیوهای پایین رو بفرستیم تو قسمت PIP باید از این قسمت جابجایی استفاده کنیم. خب من اولی رو با زدن جابجایی میفرستمش توی PIP، یعنی این بالا. اما باید توجه بکنید که این قسمت رو در واقع باید بیاید از فریز استفاده بکنید. فریز چیه؟ ببینید فریز یا انجمادی که اینجا نوشته آخرین در واقع حالا قسمت یا هر قسمتی که اصلا شما بخواید عکس مثلا به عکس تبدیلش بکنید باید روی فریز کلیک بکنید یا روی در واقع انجماد. خب من الان این قسمت که آخرین صحنه بود، یعنی خود صحنه که خالی هست، یعنی خود این صحنه‌ای که خالی هست رو من نیاز دارم. خب من الان این رو به صورت عکس بهم تحویل داده. اوکی، یعنی ویدیو الان نیستش، عکسه. من اینو میکشم تا انتها، یه خورده میکشم. برای چی؟ برای اینکه بتونم این ویدیوهایی که الان اینجا این 3 قسمتی که دارم همه رو بفرستم توی PIP. خب من میام حالا مجددا تموم این قسمت ها رو میفرستم این بالا، میارم یکم جلوتر. اوکی، بذارید من بیارم ابتدای صحنه که اینجاست، اینم بیارم ابتدای صحنه، قسمت دوم بود. حالا یه قسمت دیگه هم داریم که اینجاست، این رو هم میفرستم توی PIP. این رو هم میارم بالا. اوکی، میارم دقیقا اینجا. حالا نکته رو باید توجه بکنید که من ویدیو رو در واقع تا اینجا که حالا آوردم PIP، تا اینجا که فریزش کردم من اون مابقی رو دیگه میبرم چون دیگه نیاز ندارم مثلا. خب حالا همین این انقدر ویدیویی بود که ما در واقع در اصل نیاز داریم. حالا من بعد تمام این 3 قسمتی که وارد صحنه میشم و بکشم عقب‌تر، اوکی، که روی قسمت فریز شده قرار بدم. حالا من ابتدای صحنه‌ام بود، اوکی، آوردم عقب تا اینجا، اوکی، تا اینجا که گوشی از صحنه خارج میشه. حالا از اینجا قراره وارد بشم. اولین قسمت دقیقاً همین قسمت اول، این دقیقاً اینه که من وارد این نه اینه، بذار ببینیم کدوم بود قسمت اولمون. اینه. خب من اینو جابجا بکنم، بذارید من اینو بیارم پایین. خب این الان قسمت اول ویدیومه، اوکی، که من وارد صحنه میشم. حالا نکته‌ای که اینجاست، ببینید بچه‌ها من از قسمتی که وارد صحنه میشم یعنی از اینجا تا اینجا. خب حالا من باید اینجا که میشینم دوباره قسمت دومو بیارم، اما اگه من قسمت دومم شروع بشه کلا باز قسمت اول منو میپوشونه. یعنی الان من اگه روی این کلیک بکنم، ببینید من اینجا اومدم نشستم، ببین من اینجا اومدم نشستم، ولی اگه روی این کلیک بکنم
اون صحنه زیری من باز از بین میره. پس در نتیجه من باید بیام قسمت ها رو از طریق ماسک، یعنی بیام از طریق ماسک تعیین بکنم، بگم آقا قسمت ماسک من میخوام به این صورت باشه. ماسک ببینید صحنه ها رو جدا میکنه، یعنی میگه آقا من فقط این قسمت رو نیاز دارم. من برای همین اون قسمت زیری رو فریز کردم که داشته باشم قسمت اصل صحنه رو داشته باشم. حالا من یه تیکه رو نیاز دارم، اوکی، خب که دارم. حالا اینجا دوباره این صحنه میاد دیگه، اوکی، من دوباره این صحنه رو هم باید فریز بکنم. پس در نتیجه من این صحنه رو هم فریز میکنم. قبلیه من از این استفاده کردم، ولی چون این عکس گوشه هستش من از این استفاده میکنم و میام اینو میچرخونم. ببینید به این صورت میچرخونم، اوکی، از این بعد از این قسمت بچرخونم، اوکی، تا اینجا. الان ببینید صحنه ها کنار هم دیگه قشنگ هست. چرا؟ چون من از طریق ماسک اومدم تعیین کردم. این رو هم به همین صورت، یعنی صحنه سوم که الان دوباره باز پوشش میده همه رو، باید دوباره این رو هم باز به ماسک تبدیل کنم. بازم این رو هم از این قسمت میگیرم، ببینید دیدید. حالا میتونم اینجوری بگیرم یا هر شکلی که دوست دارم و این سه تا صحنه رو به همین سادگی میتونم اینجوری کنار هم دیگه با این فرمول داشته باشم. این کلیات آموزشش بود که توضیح دادم. امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.